дору овардагем барои вес гирифтан, барои иштиёр овардан, барои танара ба қувват кардан мисли моҳид мекунад. аз ҳама асос аз решаи женшин ва имбир тайёр шудагие ки барои асаб фоидаи хуб дорад. аз 7 то 10-12 килограмма вес мета фарбе мекунад, иштиёта меёрад. агар ҳамин чиз шумода лозим боша, марҳамат, занг бизанен. пеш аз саволу ҷавоб یک غزل حضرت مولوی از ایجادیاتش که نام غزل فریاد زدن ملائک در گوریستان است که در گوریستان این ملائک چی فریاد میزند، چی مراجعت میکند، انشاءالله آگاه میشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بدیدم در تواریخ‌های اخبار، بدیدم در تواریخ‌های اخبار، چنین فرمود دانایانی هوشیار. و هر روز به وقتی بامدادی، به گورستان ملک سازد منادی. حضرت گفتند من از خیلی آدم‌های دانا برای شما روایت می‌آورم و از خیلی تاریخ‌هایی که گذشتگان ما داشتند، از اون تاریخ‌ها برای شما یک روایت می‌کنم و روایت این است که هر روز وقتی که بامداد می‌شود، صبح دنیا را فرا می‌گیرد، ملائکه از ملائکه‌های خداوند بالای گوریستان‌های مسلمان‌ها می ایستند و صدای می دهند. چی صدا می دهند؟ می گویند که ای شاهان روی تخت و تخته، گذاریدید جمله مال و رخته. نهان در زیر خاک بینوایی، اسیری ظلمتی گوری سیاهی. از پادشاه‌ها سر میکند. گوریستان البته مکانی هست که پادشاه هم خوابیدگی است، وزیر هم خوابیدگی است، آدم فقیر و گدا هم در همون منزل خوابیده هستند. فریاد میزده است ای شاهانی که شما بالای تختهای زرین و تختهای نرم نشسته بودین و عاقبت بالای تخته و این مکان آمده. شما میدانید که بعد آمدن شما مالهای شما در دنیا باقی ماند و خود ای شاهان در زیر خاک هستین، در یک مکان هستین که دیگر شما بیرون برآمدن نمیتوانید. خدا رحمت کند ابراهیم ادهم را هم که یکی از شاهان بود، پادشاه بود، و لفظ امروزه ما و شما بگیم پرزیدنت بود، بالای تخت نشسته بود و حضرت این تخت را ترک کردند، از بالای این تخت پایان شدند و پارسایی را برای خود اختیار کردند. از ابراهیم پرسان کردند ابراهیم این تختی که تو نشسته هستید چگونه یک تخت ملایمی بود و این خوراک هایی که تو میخوردی هیچ کس این خوراک ها را خوردن نمیتوانست، شربت هایی که تو می نوشیدی این شربت ها به دست مردم نمی رسید، آن فراش و آن جایگاه خوابی که تو داشتی چشم نادیده بود وی را، چرا این تخت را ترک کردی؟ و برای این تخت امروزها چی جانکنی ها می شود؟ امروز اگر شما صحنه شهر اوکراین را تماشا کنید، برای پادشاه شدن مردم دوام یک هفته‌شی در زیر برف‌ها ایستادند تا که این دو بدبخت شود یکی پادشاه شود. حضرت ابراهیم چی گفتند؟ کسی پرسید از آن ابن ادهم چرا ملک جهان را کردی برهم؟ چرا این ملک جهان را برهم زدی؟
چرا پادشاهی تا دوام ندادی؟ چرا اینقدر راحت تو پسی پشت پرتافتی و این پارسایی و درویشی و فقیری را پیشه خود کردی؟ بگفت حضرت چی گفتند؟ بگو هنگام روی تخت بودن به چشمم تخته راوا نمودن. من وقتی بالای تخت بودم یک تابوت را دیدم، بدیدم خوابگاه خیش در خاک، از این بابت گریبان را زدم چاک. بعد این تخته را دیدن من هم به خود آمدم که روز از روزها این ابراهیم ادهم اگرچه در تختم باشد بالای این تخته البته سوار می شود، و روز از روزها این لحظه که تمام فقیران و محتاجها داخل اون می شوند، خانه من هم مثل خانه این فقیران است. از این بابت گریبان را زدم چاک. چی سود؟ حضرت گفتند چی سود از تخت آی روی تخته که نوشی قطره آب زی پخته؟ حضرت گفتند چی فایده دارد وقتی که من از بالای این تخت های زرین روز بالای این تخته قاق سوار می شوم؟ و چی فایده دارد که تمام شربت ها در زیر اطاعت من باشد و روز از روزها با پخته بر من آب بچکاند؟ ملک منادی می کرده است، فریاد می زده است. باز مراجعت می کنند ملائک و ای نازک جوانان گلندام و زیر خاک گشتی تو آرام، و ای پیرانی پر محنت کشیده بخوردی لذتی رحلت چشیده. بعد شاهان مراجعت میکرد به سوی جوانانی که تا حال حیات خودشان پره نکردند و به زیر خاک همه خوابیده هستند، و به سوی پیرانی که خود ضعیف بودند باز چنگال عزراییل آنها را ضعیفتر کرد، به سوی آنها هم مراجعت میکرد است، فریاد میزد است. چی میگفت است؟ چی دارید آرزوی دل بگویید، ای شاهان، ای جوانها، ای پیرانی موی سفید که در زیر قبر خوابیده هستید، چی دارید آرزوی دل بگویید؟ در این خاری فرو از آب روید. شما این مکان آمدین که در اینجا آب روی شما نیست دیگر، آب روی شما پرید نابود شید. لیکن از شما خواهش دارم که چی آرزو دارید؟ آرزوی خودتان برای ما بیان کنید. همه گویند در دنیای فانی نداریم آرزوی زندگانی. همه این اهل گوریستان چی میگفته است؟ ای ملائک، ای بنده خدا، ما آرزوی ما همین است که دویم باره دیگر بر حیات بر نگردیم، دویم باره زندگی برای ما برپا نشود. ولیکن حسرتی بسیار آرمان به دل داریم از صدها فراوان. دویم باره حیات زندگی را نمیخواهیم. برای ما همون دنیایی که عاقبتش چپشیدن و نابود شدن است، برای ما آن دنیا هیچ اهمیت و هیچ آرزوی ما داخل نمیگردد. لیکن در دل یک آرزو و حسرت های زیاد داریم. چی هست؟ که تا زنده شویم یک بار دیگر بگوییم ذکر پاک نام داور. تا که خدایا ای ذاتی که تو مرده را زنده میکنی و زنده را مرده میکنی، همه این به ید قدرت توست. خدایا از تو تمنا و آرزو داریم که یک بار دیگر ما را زنده بگردان، تا که به خانه خود برویم و با یک حیات قدم بزنیم، تا که از حیات گذراندگی خودمان راضی باشیم و چنان ذکر تو را چنان بیان کنیم که پروردگارا تو در اون زمان از ما راضی بگردی. دریغا نیست دیگر زندگانی، دریغا نیست دیگر زندگانی.
به حسرت خفته ایم در خاک دانی. لکن حضرت ها باز ناامید می شوند که خدایا میدانیم که تو زمان در قرآن ما خوانده بودیم یا از زبان یک داملای شنیده بودیم که خداوند شما فرموده بودین ولا یؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها والله خبیر بما تعملون. ما زاره میکنیم که خدایا ما را زنده بگردان و ذات شما بر ما جواب میگرداند که بعد مردن دیگر زنده گردانیدن و به سوی خانه رفتن نیست دیگر. خدای شما دانست که شما در حیات چی کار میکنین و چگونه به نزد من میآیید. بدان ای بنده قدر زندگی را، بدان ای بنده قدر زندگی را، مده از دست کسب بندگی را. بگو ذکر و مگو ناگفتنی را، بکن امر و مکن ناکردنی را. حضرت جنودی ما و شما را در آخر نصیحت کردند که ای مردم بیدار شوین، از پول دنیا دیده و از راحت دنیا دیده عمر قیمت است، عمر ارزشش به نهایت قیمت است. شما به قدر عمر خود برسین، زیرا که عمر رفت دیگر نمیگردد. عمر که رفت بدنهای شما ضعیف می شود، شما دیگر خدا را پر عبادت کردن نمی توانید. بندگی کنید، عملهای صالح را زیاد انجام دهید تا که در نزد خدای خود خجالت نباشید. رسول اکرم میگوید یتبع المیت ثلاثه، وقتی بنده از دنیا میگذرد سه چیز از پس وی میرود تا گورستان. چی است وی؟ اهله و ماله و عمله. اهلش، اولادش، مالهایی که داشت، عملهایی که داشت، هر سه اینها تا گورستان از پس مرده میروند. فیرجع اثنان و یبقى واحده و یرجع اهله و ماله و یبقى عمله. پیغمبر خدا گفتند پس میگردد اهلش، اولادش و مالهایی که داشت اونها پس میگردند و همراه این مرده همان عمل او باقی میماند. خلاص. رسول الله گفتند من این حدیثی که الحال برای شما بیان کردم به یک مثال عادی به شما تشبیه میتونم. یک برادر سه برادر دارد، یک شخص سه برادر دارد. پیغمبر خدا این حدیثی که الحال به شما گفتم مثال میارد. سه برادر دارد. وقتی که یک برادر بیمار می شود به سوی این سه برادر مراجعت میکند. به یکی از اینها برادر عزیز من الحال بیماری دارم که عاقبتش وفات است، تو برای من چی خدمت میکنی؟ میگفت است برادر، میگفت است مادامی که تو بیمار هستی من تو را بیمارداری میکنم، من برای تو غذا تیار میکنم، همه حالتهای وزنی تو را به دوش خود میبردارم. وقتی از دنیا گذشتی من تو را غسل میدهم، کفن میکنم و داخل قبر میگذارم. پیغمبر خدا گفت این اهلش است، این اهل هست، یعنی تا داخل قبر اهل اولاد خدمت میکند. این برادر اهلی هست. گفتند باز این بیمار به سوی برادر دیگه مراجعت میکند تو چی خدمت میکنی؟ میگوید برادر عزیز برادری من و تو فقط در همین حیات است، بعد تو من از این خانه تو باز خانه دیگر کس میروم. رسول اکرم گفتند این برادر مال است، این مال است. گفتند امروز در دست این کس است، فردا از دنیا که گذشت باز در دست دیگر کس میافته. و سیوم برادری که مراجعت میکند میگوید تو چی خدمت میکنی؟ میگوید خدمت من همین است که من همراه تو در داخل قبر میستم و از وحشت قبر تو را نگاه میدارم، سوالهای منکر و نکیر را جواب میگردانم، روز قیامت در ترازوی اعمال تو چکار میکنم؟ وزنین میشوم، سنگین میگردم. پیغمبر خدا گفتند این برادر عملت هست، ای اصحاب من از این سه برادر کلامش اختیار میکنید؟ گفتند آخرش پیغمبر خدا اونی که همراه ما در قبر هست، این عمل هست. حضرت علی روز به یک وادی میگذشت با همراهی کمیل رحمت الله علیه. کمیل میگوید در یک وادی
یک قبرستان را دید علی و جانب قبرستان گشت، گفت ای اهل قبرستان، آیا برای ما یگان خبری دارید؟ دمی میگه خاموش ایستاد. و بعد این باز علی گفت خبرهای ما بر شما این است که وقتی که شما دنیا را پدرود کردید مالهای شما تقسیم شد، فرزندهای شما یتیم شدند و زنهای شما شوهر کردند. این خبر ما بر شماست. آیا یگان خبری از شما بر ما هست؟ حضرت کمیل میگوید حضرت علی این سخن گفتند و گریان شدند. و بعد باز جانب من گشت و گفت اگر اهل قبرستان زبان می داشتند هر آینه می گفتند که از خدا بترسید و حق خدا را در حالت زندگی بجا بیارید. اگر اینها زبان می داشتند. این یک تفسیر عادی و مختصر و ساده در این غزلیات حضرت جنونی هست. البته خلاصه کلام این است که ما و شما باید که با قدر حیات خود برسیم، نگوییم پیر هستیم، نگوییم جوان هستیم، نگوییم میان سال هستیم. هر حالتی که نباشد عادی ترین حتی یک ثانیه و یک دقیقه را برای خودمان چکار کنیم غنیمت بشماریم، زیرا ما و شما نمیدانیم که مرگ کی به سراغ ما و شما می آید. پیش از مرگ باید که ما و شما تیار باشیم. رسول الله میگوید استعید للموت قبل نزول الموت. پیش از آنی که مرگ بالای شما می آید شما باید که تیار باشیم. میگذاریم انشاءالله در سوال و جواب هایی که الحال نزد ما هستند. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم داملای عزیز، من شما را دوستی نزدیک میدانم. التماس به سوال من جواب درست بده. در وقت گذشتن از منزل روزها دعا کردن ممکن است یا نه؟ یعنی وقتی شما به پیش گورستان میگذارین، گورستانی که روزها خوابیده‌اند، اونجا شما دعا میکنین، میگوین ای مردمی که در این قبرستان خواب هستین، شما کسانی بودین که قرآن انکار میکردین، شما کسانی بودین که نماز در مسجد و نماز جماعت نداشتین، شما کسانی بودین که حیات خدا به عرق نوشی سپری کردین. وای به حال شما و آمین یا رب العالمین. این دعای شما در حق مزار اونهاست. وای به حال شما که شما دین اسلام اختیار نکردین. و اگر شما این راه را انتخاب میکردین خدای شما گفته بود این الدین عند الله الاسلام، دینی که در نزد من نجات دارد این همون چی هست؟ اسلام هست. هر کسی که با اسلام از دنیا میگذرد در حق او ما دعا میکنیم خدای رحمت و مغفرتش میگرداند. وقتی انسانی که با اسلام هیچ خدمتی نمیکند به زمین خدمت باز دشمنی خودش میآورزد او لایق دعا هم ندارد. السلام علیکم داملای عزیز، من یک نفر مخلص شما، خواهش میکنم به سوال من جواب میگردانید. زن با طور شوخی با شوهرش میگوید در نبودن تو من با یک جوان زیبا بودم، با این طریق این زن گناه میگیرد یا نه؟ و در آخر التماس دارم از شما امروز در روز قبول دعاست از برای من دعا میکردید که کار مشکل پیش روی من آمده است. یعنی این برادر سوال کردن که اگر زن به طریق شوخی بگوید که در نبودن تو من با همراه یک جوان بودم، آیا این زن گناهگار می شود یا نه؟ راستی بار باور کن این بی‌غیرتی و بی‌ناموسی همون مرد نشان می دهد. وقتی که زن نزد وی میگوید که من در نبودن تو با یک جوانی بودم، ادبگاه محبت ناز و شوخی بر نمی دارد. این گپ شوخی هم نیست، همه کار از شوخی سر میزند. وقتی یک بار بگوید ما با همراه فلان کس بودیم
و نگاه به سوی تو میکند. زنها بسیار یک دام فریب هستند. رسول اکرم گفتند اتقوا النساء و اتقوا الدنیا، از دنیا و از زن سخت بترسید. از این خاطر اولا این تماما معنی ندارد. باید زن اینقدر جرأت پیدا نکند که این سخن در نزد شوهر خود بگوید که ما با فلان مردی بودم، و این مرد اگر خنده کند این دیوس است و بگوید شوخی کرده است، خنده کند، این دیوسی را نشان میدهد. برای البته زن هم گناهگار میشود و تو در نزد خداوند از اون دیده گناهگارتر هستی. خداوند آن مشکلاتی که پیش روی توست خدایا مشکلاتی تو را دور بگرداند و غیرت اسلامی را خدا در وجود تو پیدا بگرداند. آمین یا رب العالمین. اینجا یک برادر با کلمات عربی نویسنده است. راستی بار این حسن ختم نیست. حسن خط می نویسی خوب بنویسش، نقص بنویسش. نمیتونی نویسنده با همین طریق کریلیکی بنویس، میفهمیمش انشاءالله. السلام علیکم داملای محترم، آیا حضور پدر مادر در نکاح شرط است یا نه؟ یعنی در نکاح حاضر شدن پدر مادر اگرچنده که فقها میگویند شرط نیست، لیکن با مرور زمانی که الحال ما و شما زندگی داریم حضور پدر مادر شرط است که باید که در نکاح خواهرز البته او پدر مادر است. وقتی ما اینقدر صفتی که پدر مادر میکنیم و در نکاح فرزندش اشتراک نداشته باشد یا درکدار نباشد، پس این چگونه میشود؟ این حالت هم این نکاح با فیض و با برکات هم نیست. باید که همون داملهایی که هستن پرسان کنند ما رو چند کس میگوید، ما راستی بار میپرسیم پدر مادر باشد، اشتراک داشته باشد، از این نکاح فرزندشون لذت برد. اونها به همین روزا اونها تربیه کردن. باید که البته حضور داشته باشد و تمام دامله ها مسئول هستند. اینها را باید که بپرسند که آیا اشتراک دارد ندارد، آیا این فرزند چگونه فرزند است که پدر و مادر او در این نکاح اشتراک ندارد. اینا را باید که ما بفهمیم، دامله ها باید بپرسند. الحال در همین موضوع یک صحبت میخواهم برای شما برسانم. یک برادر برای ما مراجعت کرد. من بعض دامله ها این رساندنی هستم. یک برادر الحال به ما مراجعت کرد که پدرشان یک زنی داده بودند. اون زن تخمین 50 ساله یا زیادتر از 50 ساله بود. وقتی که در خاندان پدرشان جنجال شده است، البته زندگی آینه بیش و کمی است، هر شب در آسمان ستاره نیست، زندگی بی جنجال نمی شود. وقتی جنجال شده است، اون زن بیرون شده است از خانه، آمده است این شهر خانه مادرشان و بعضی از فرزندهای از همین دهه نزدیکی همین کاریز است، اون زن دیراب کردن، طلاق ناگرفته رفته در پدر خچان نکاح کرده دادن. ببینید این خودش یک مصیبت است، یک مسخره کردن به اسلام است. این ممکن نیست در اسلام. زنی که بیعود بی نکاح است، اون نکاح نشد، اگرچند تا روز خطبه بخواند خواندن میگیرد، اون خطبه معنای را ندارد که نکاح واقع شد. اینجا شرط ها به جان آمده است. این زنی بی طلاق است، چگونه وای میتواند قطعی اون مرد زندگی کند با اون موی سفید؟ اون موی سفید فردا در قبر نزد خدا چی جواب میگه؟ خدای مهربان میگوید من شرم میدارم موی سفیدی که ریشش سفید است و عذاب کنم. آیا موی سفید شرم نمیدارد که به سوی من گناه میکند؟ آیا گناه است؟ این زنا هست. آخه تا زنی که اگر طلاق کردگی و عده، ما درباره عده با شما صحبت داشتیم، تا عده او نگذرد، زن 50 ساله از 50 بالا عدهش 3 ماه است. وقتی شوهر باید طلاق میکند 3 ماه باید که عده بپاید بعد شوهر کند. اگر در این مدت شوهر کند او شوهر نیست. این نکاح نیست. همخوابگی اونها همچنان است که زنا در راه خدا زنا کرده ایستادند. خوب میشود و کسی نباشد.
با او زن دیگر هم خوابگی نکنند، اون زن جدا کنند. از خدا بترسین. السلام علیکم داملای عزیز. من در دانشگاه شهر کلاب میخوانم. دکان دانشگاه به ما میگوید که من شخص مسلمان را شوم میبینم. در قرآن شریف آمده که دخترها مسجد رفتن منع است. دکان میگوید که من آدم دیندار را شوم میبینم. میگوید که قدم زدگی هم گناه است و با سر سجده میکنم، باز یک بار گناهگار میشم. التماس من راستی با این سوال رو نفهمیدم، لیکن آمدن زنها در قرآن خبر داده باشد به مسجد، در قرآن هیچ آیتی نه آمده است که زن به مسجد نآید. این دکان دروغ میگوید. و دیگری که مثال آدم مسلمان بد میبیند، شوم میبیند، ایتری ابو جهلا پر است. ما برای هیچ غم هم نداریم. در هر زمان محمدی هم است، ابو جهلی هم هست. دی مکان میگد به هر روی گل و خار اندرین باغ، که هم توتی در کار است و هم زاغ. این دنیا بیزاغ نمی شود.